ای نه تو رو خدا نه. ای ماشین یه ذره گاز بده. نمیتونم یه ذره گاز بده. چیکار کنم فهمیدم. بابا یه ایده ای به ذهنم رسیده. بابا بیا اینجا. آقا بیا یه کاری کن. یه ایده خفن دارم. اونم اینه که ببین بیا چی داره من ببینم. حالا یه کشتی رو ول کن، گوش کن. ایده من اینه که بیا جامون رو عوض کنیم. بیا تو اینجا بشین اونجا بشین. نه منظورم اینه که بیا جامون رو عوض کنیم. یعنی من شما بشم شما من بشی. یه چالش ببینم میتونی از پس من بر بیای. به عنوان نقش پسر میتونی من خودم هم یه ذره خیلی مسئولیتو داری من نمیتونم. من مسئولیت دارم این همه رو پای خودم هم تو این زندگی. بیا یه روزو من کارهایی که شما انجام میدی رو بکنم، شما کارهایی که من هم انجام میدم رو بکنی. مثلا شما چیکار میکنی؟ من همه کار. من موتور سواری میکنم، تفریح میکنم، تفریحات من حاضرم دیگه کلی کار میکنم. شما فردا صبح بلند شو یه خرید برو بیا بس همین. خب باش فردا کار درست انجام آقا بده. فردا صبح ببینیم کی از همه بهتره. من بابا میشم، بابا من میشه. چی شد؟ بابا میشه. آره نقش من. پس اوکی. یعنی چی مثلا شما چه کار آقا میکنید؟ اوکی بگو اوکی یا نه. اوکی یا نه. تا چند بار رفته یه خرید کوچولو. اوکیه. فردا صبح بیدار میشیم، از همون اول شما با من باشیم، منم با شما باشم. پس تو کامنت برای ما بنویسید که کی از همه بهتر نقش اون یکی رو بازی کرد. قبوله؟ برو بریم. پاشو پسرم، بلند شو باید بریم خرید. بله میام بابا. نگاه کن دستگیر در و کنه نتونیم بریم تو اتاق. پاشو. باشه یه چند دقیقه دیگه میام. 4 hours later. به ببینید کی اینجاست. پسر جان بالاخره بیدار شدی؟ راه رو گم نکنی. میخوای نقشه بدم تا راه دستشویی وقت گم نشی؟ دوباره صدا میکردی. دیشب تا صبح داشتم ادیت میکردم برای یوتیوب. آخه یوتیوبری هم شد کار. بابا برو درستو بخون، اینطوری که نمیشه. باشه برو دستشوییتو برو میوه‌مون رو بگیریم. بابا من به این کارم ایمان دارم. 100% من موفقم. نه من، همه بچه‌ها که اون چیزی که میخوان بهش میرسن اگر بهش ایمان داشته باشن. با حمایت شما لایکش کنین، شیرش کنین، به من کمک کنین که به بابا و به باباهای دیگه ثابت کنین که ما میتونیم. رفتیم دستشویی. بچه‌ها یه تزی دارم. داستان اینه که پدرم موتور سواری و یادش رفته و الان بهترین موقعیتی که تو بزرگترین چالش بندازم. پسرم خونه که بدون میوه نمیشه. الان بیا منو با موتورت بردار ببر یه میوه بخریم. موتور سواری بلد نیست، بریم بهش یاد بدیم. آخ جون. خب پسرم الان وقتش خودتو به ما ثابت کنی. حالا چه جوری؟ این در اختیار شماست. اینم سویچش. بفرما. آره سویچش. از ابتدا میدونم پدرم چندین سال پسرم چندین ساله که موتور سوار نشده و یه جورایی فراموش کرده موتور سواری. وقت ترجیح میده سوار نشه و همیشه مخالف موتور سوارا و موتور سواری بوده. من با ازات بدبختی رو خریدم، نمیذاش بخرم که. حالا الان این در اختیار شماست. شما باید خودتو الان خریده. من که نخریدم، خودم خریده. نه خدایی کمکی کردم دیگه. شما اینجوری خدایی کمکی کردم. حالا این در اختیار، حالا چیز نکن، بحثا دور نکن که فکر کنی من چیکار کنم. الان این در اختیار شماست. یه سری آموزش‌های اولیه رو ما به شما میدیم. شما باید ازش یه استفاده مفید کنی، بتونی باهاش رانندگی کنی. چی بیا دیگه بابا تو رو خدا. نه پسرم بیا. من نمی‌تونم. بیا دیگه خواهش می‌کنم. من ببین. آقا نه من بلدم چجوری یاد بدم. من میشینم جلو ولی فرمان دست شما. همون. بعد آره. مرحله هیچ مرحله نداره. حالا شما الان اینو بگی. فقط روشنش میکنم. حالا بفهم. حالا مرحله اول روشن که شما اول بشین. اول بعد بابا اینجاست. کجاست؟ نه وای خدا. یا خدا نمیشه.
خب ببین الان شما نشستی اوکی می‌بری؟ من راحته تموم شد شما یاد گرفتی فاین خداحافظ مرسی. نه 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 هنوز نه راه هنوز به خود یاد نگرفتی یه ذره دیگه مونده خب از جک بنداز موتور خب نه روشنش کن تمومه. اول جک بنداز شما موتور رو یعنی یه هول چجوری؟ بده هول بده جلو آها اوه افتاد تموم شد تموم شد آها همونجا آره یه دور بچرخو کدوم وری؟ اینوری آفرین دقیقاً همین درسته آره همینجا بذار بمونه خب مثل ماشین که نیست استارت بخوره آها نیست. استارت اینجاست این استارت رو بزن شما این استارته؟ آره. خدای با امید. بزن خب تموم شد نه خب باشه حالا بذار انقدر سریع قرار نیست پیش بریم ببین من اول فرمون رو میگیرم شما دستتو بذار وسط این وسط خیلی آره بذار بریم اوکی با همینجوری نه تو رو خدا نه رفتیم تموم شد. الان ببین الان اوکی دست چپ تو پدر آها اینا پسر بس نه شما راحت باش شما کاریت نباشه بل نکنی. نه حواسم هست دست چپت گذاشتی اونجا فقط بس نه وایس صبر کن نه وایس شما پشت دستم بازی بکن یعنی حالا دست راستتو بیار رو گاز فقط فرمون نده ها وایس زوده فرمونه فقط بگیرش نه نکن اوکی بگیرش گرفتی نه نکن وایس حالا شما نرو شما وایس خب ماشین وایس خب بس دیگه برگرد. نه من یاد گرفتی تمومه یاد گرفتی گاز بده یه ذره گاز بده یه ذره گاز بده یه ذره گازتو بده آها این آقای چرا برعکس داره میاد؟ به قرآن اولین باره یه ذره گاز بده خب نه بس برو الان خیلی راحت تر چیزی که فکرشو بکنی نه نمیتونم گاز بده الان سنکوب میکنم. نه هر چی ساعتت کمتر شه سخت‌تر میشه خب بس دیگه یاد گرفتم به خدا. خب رفتی برید کجا؟ برید تربار خرید کن تا بفهم. یه ذره دیگه برو ببین من یک بلایی سرت امروز گرفتم من باستم هیچ وقت ماهی قرار نیست برسی چون بلد نیستی هنوز خدای بخیر بگذارم. گاز بده گاز تو رو خدا یه ذره گاز بده نمیتونم یه ذره گاز بده آها ببین پای چپت نه دیگه این کارا یه مرحله دیگه نه راحت‌تر میشه به خدا نه پا چپت دنده است اوکی پا چپ یه نگاه کن من فرمون گرفتم ببین دنده کجاست یه دونه بزن روش نمیره صبر کن آقا صبر کن زیاد رفت دیگه نه خوبه دو تا یه دونه رفت روش الان دیگه موتور نمیپره آقا موتوری برو کنار الان میزنم برو خطری هم برو جلو یا خدا بخیر بگذرم. آهنگ تریاک آهنگ سیخ و سنگ خب بس دیگه بس وایسا آها تمومه یه ذره گاز بده به موتور نمیتونم دیگه نه هر چی گاز آها همینو نگه دار تو همین نمیتونم باستم میدونم همینو میریم رو به بس الان اوکیه تمومه بریم الان بریم تربار بابا بوق بزن خب بوق نمیدونم سمت چپ زرده پایین آها باشه بس بابا نمیشه پدر گرامی از کجا برم؟ نمیدونم یعنی چی نمیدونم؟ برو خدا بگو من باید برم یا تو باید حالا این دفعه رو یه آواز میرم باشه میرم سمت چپ تا ببینی یاد بگی تو بابایی مثلا چه بابایی هستی میخوای ما زندگی ما رو تو بچرخونی خدایا بخیر بگذر. ببین دیدی بلد اینجاست هم تو هم خیابون من دارم میرم مثل اینکه به خدا میدونستم راحت گرفته نشسته عقب اینجاست همینجا وایس چی رو من برم سر جایی که میدونم دیدی گفتم اینجاست وایس همینجا بزن بغل بیا بازاش نیفتی بچه چقدر سر راست آوردمه اینم بازار خب بزن رو جک نه دیگه جک وسط بله بابا جک وسط هم میخواد ببینم میتونی نه بلدی ها آفرین سویچ هم یادت موند چون همیشه یادم میره اینجا اینم از بازاره برو خریدتو بکن خب اصلا باید چی بگیریم؟ بگی از دم شروع کن از سمت چپ برو خدا وکیلی باید چی بگیرم؟ سمت چپ برو یعنی شما پدرها هر روز اول گوجه رو بگی پدر گرامی کجا میری؟ شما هر روز
برنامه چیزایی که ندارید و تو خونه دارید. بیا گوجه بگی. گوجه. بله بله. من از کجا باید بدونم؟ شروع کن من به عنوان یک ببینم چه نمونه. انتخاب میکنی. الان حق انتخاب دارم. این چیه؟ خوباشو بردار. افتاد ای وای دلش کن. برو بعدی. خوباشو بردار. کمکم کن، من هول شدم. نگاه کن چی برداشته. نگاه کن اینو. نگاه کن این آخه خرابه. بابا داری شوخی می‌کنی؟ اونش هم مهمه. نه تو میخوری اونو تو خونه؟ آره. خب من الان دیگه افتادم رو 2. نه کوچیک. متوسط کوچیک. باش. ببین سوراخ نباشه، تر تمیز باشه. پدر پسرم چقدر پسرش قور اینجا. میزنی پسر؟ یه دقیقه برو دم همون موتور وایسا تا من بیام. من نه، از پس یه خانواده برمیام. ببینم چه میکنی برای خانواده. خب خوبه پدر جان. خوبه. برو سراغ پیاز. خواهی زود فرار کنی ها. متوسط ببین کوچیک. اصلا من یک استعداد خاصی تو پیاز دارم. متوسط کوچیک. چه سایزی پدر من بردارم؟ شدم. متوسط کوچیک. چه سایزی بردارم؟ آقا جان هر چی خودت میدونی. من زیاد اومدم بده من. آره ولی تو خوابم. بیا برو کاهو چی میخوریم؟ کاهو چی؟ ایرانی یا فرنگی؟ کاهو خوراکمه. ببین کاهو بیا سراغ فرنگی. اینه دیگه. نه ببین نگاه کن ببین اینا خرابه. حالمشو بردار. چقدر سخته. پدر جان ما رو بیچاره میکنی 2 روزه که. آها اینا کن رنگ و لابو ببین. اون خوبه. اون رنگ و لابش خوبه. یکی دیگه هم میخواد. یکی دیگه. خوبه. بریم. آقا جان صبر کن. کجا؟ جان. اینو بگیر دست من. خب حالا کمک برو، کن دیگه. برو. حالا یه کمک بکن. خب بابا جان کارت تو نه بده. یعنی چی؟ خودت حساب کن. من الان باید حساب حساب. کنم. بله عزیزم. جدی اصلش می‌فرمایی؟ بله. خب کار سخت شد. اصلش هم اینجاست. آقا تخفیفم بهش ندیا. قیمت بالاتر هم حساب کن یاد بگیره بعد تخفیف. زندگی خرج داره. چقدر شد؟ دست و بالش میلرزه. نترس. خرج کن. خیلی امروز روز خوبی. واقعا یکی از سخت‌ترین تجربه‌های زندگی بود. نه خیلی راحت بود. من مردیم برای خودم ها. ببین نه کجا؟ الان یه هفته چیز خریدم. تموم نشده میوه. داری شوخی می‌کنی؟ بله میوه. 4 تا دونه قلم جنس خریدی داره فرار می‌کنی داداش. یعنی الان بازم باید بریم؟ بله بیا. وای. بعد شما یه تنه همه اینا رو میبرید. بله برو بریم. آقا ببخش برو بریم. عجب. برو بریم که بریم که رفتیم. رو دوش من انداختی یه تنه. بله مرد نفسش به گلو بر زندگی. نمیاد. بریم. خب پسرم حالا میبینی دیگه چقدر سخته. ما رو این همه تو چالش انداختی. حالا ببینم با این همه خرید رو فرمون میتونی موتور سواری کنی یا نه؟ همچین میبرمت عشق. فعلا که داریم لنبر میزنیم. نه داداش. من واقعا ببین چه میکنم برات. ترسیدم. میخوای تک چرخ برات بزنم؟ تک چرخو بگو. وای باورم نمیشه. تک چرخم برات میزنم. از با خرید. با خرید. خوب خرید کردی و دمت گرم. هزینه‌ت امروز رفت بالا. فکر کنم تا صبح خوابت نبره. بعد نیومدی خدایی یا با این همه خرید. گاز بریم سراغ این داستان. بریم تو. باز کن دیگه. برق نیست راستی. برق رفت. یه تیکر نمیتونستم بچه‌ها برم. خدایی شد برق رفتم. چی؟ من نمیتونم. چرا بابا بذار شاید برق اومد. نمیتونم. مطمئنی برق نیست؟ من نمیدونم باید خود بریم. من رفتم آقا. بگی موتورتون شانس رو تموم نگاه شد. کن. خداحافظ. رفتیم که اصل رفتیم. کاری شیبه رو بای بای. پیچیدی یا؟ من رفتم. بچه‌ها بالاخره ادیتش تموم شد. کلی وقت گذاشتم و موقع ادیت کردنش انقدر خندیدم خودم. واقعا اگه شما هم حال کردید با یه همچین سبک ولاگی تو کامنت برای من بنویسید که دوست دارید قسمت بعدی از این ولاگ دوباره با بابام بذارم یا این دفعه با مامانم بذارم. تو کامنت بنویسید بابا یا مامان. دیگه حمایت اینا هم که دیگه نگم براتون. دمتون گرم. مرسی تا اینجای ویدیو با هم بودید. تا ویدیوی بعدی خدا حافظ.